لوای یک سرحدی ننگرهار فرقه 11 ننگرهار کم از کم 1000 تانک و توپ داشت. وقتی که مجاهدین پیروز شد مطابق معاهده بن که برای اولین بار حامد کرزی آمد رئیس جمهوری افغانستان شد، فیصله به این شد که دیدار صورت بگیره، دایار صورت بگیره. امریکایی‌ها در افغانستان آمدند. نظامیان میفهمند قوی‌ترین سلاح در افغانستان و در دنیا تانک 62 است، دیسی توپ دیسی است و سلاح ثقیل است. سلاحی را که امریکا داره روس نداره، سلاحی را که روس داره امریکا نداره. 4 ابرقدرت دنیا کال پنجمش ژاپن است. این ابرقدرت‌ها در طول تاریخ مبارزه کردند که دنیا را زیر مستعمره و زیر استعمار خود بگیرند. افغانستان هم در قلب آسیا واقع است و تمام ابرقدرت‌های دنیا تلاش دارد که در افغانستان اینا نفوذ داشته باشند. در 2 دهه‌ای که ابرقدرت اول دنیا که امریکا خود میدانه که در افغانستان آمدن به نام کمک، به نام همکاری، اینا سلاح و وسایل تجهیزات افغانستان به نام دیدیار، به نام دایار از بین بردن و به عوضش سلاح امریکایی را آوردن. ما تیاری شانده داشتیم، تیاری بمبار داشتیم. ما باید در جنگ ننگرهار رئیس جمهوری افغانستان با مزنده در زمان که کامه سقوط کرده تیاری شانده آمد بمبارد که تیاره داشتیم. 100 تا توپ دیسی در پیشونی میدان هوایی ننگرهار ما قماندانی روا خودم داشتیم. با صدها صرف و سویج در ننگرهار داشتیم، در تمام ولایت افغانستان بود. این تمامش به نام دایار از بین بردن، خشت توپ کشید و تانک سرایش کشیدن و بالاخره ایره توسط گاو قطع کردن و از بین بردن.